асри 19 ва саршави асри 20 ҳамин ҳунармандии дастӣ ин адресу атлас, биқасаб, инчунин сӯзани дӯзӣ, қолинбофӣ, зардӯзӣ, тоқидӯзӣ як дараҷаи баланд ба рафта мерасад. барои нест нашудани ҳунари ниёгон ман ҳамчун рассом якчанд нақшҳо ихтироъ кардам ки масалан гулҳои хуҷанд дар ин ҷо 5-6 ранг истифода бурда. Рангҳои асосӣ ин рангҳои пушти сурх, кабуд, сабз мебошад. номи ин асар камоли хуҷандӣ буда. дар ин ҷо манзараи мақбара нишон дода шудааст. нақшҳо бошанд аз рӯи қоидави кашида шуда, онҳо метавонанд бо такрор шаванд ба тарафи боло дар поён, инчунин барои атлас, адрас истифода бурда мешавад. ё асри дигар дар ин нақш бошад, агар бо номи дӯстӣ дар ин ҷо бо иероглифҳои форсӣ арабӣ нишон дода шудааст ки ин яъне дӯстӣ байни давлатҳои ҳамсояҳо мебошад. ё нақши дигар ки биқасаб мебошад. ин нақш инчунин барои кӯдакон, барои ҷавонон, барои биқасаб дар ин ҷо нақшҳои пахта ва лола нишон дода шудаанд ки барои ҷома истифода бурдан мумкин. ин нақшҳо байни 2-3 соли охир офарида шудаанд. ман мехостам ки ҳунармандон абрбандҳое ки ҳозир кор карда истодаанд ё ки адрасбоф, тоқидӯз, зардӯз бо рассомҳо ҳамкорӣ кунанд. سرشوی کار اهمی سر میشد که من همین نامش دستگاهی تورتنی 25 تا تشکشه همین 25 تا ببینشونانی 25 تا نقد تیار میشد. ما این نامش من بود میگیم، من بود چیندیم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مثال 20 میگیم. ما سرشوی کار من اینجا هم تو که حلقه کردیم یه پتوی این حاضر به مثال گیریم اگر 10 تا ما اینجا میبینیم همینه من همین میخ من شما بگم 25 تا میخ میزنیم 50 متر گویا که همین جانده وای اگه شما میخواهید 500 متر میکنید همین زار میزنید و 50 یو داو الان 500 متر میشه. من این نامش میگم که چوبچیله برای این پیچونده کار کردن مرحمت اینجا شما سکی میگیرید و به بادش میبندید. من میپیچوند بچه ها کپ نکن من ریسپون میگیرید با و این بادش من اینجا میبندید. من لیوید بادو توقع باد هم لیوید باد هم توقع باد اینو میبندید. من برای آنکه اینجا شمورش گم شما شمورتون به تیار همین استاناک به بیرشیم هم همین حادثه. این نامه چیلی تیار برای کار قطع کردن. پیش اکن باید چرخی دسته که میکردن چریخ میگن. اکن سالهای 1917 سالهای 1900 تا جنگه با همون زنهایی که خانشین بودن پخته همون چریخ کرده سانی چرخ میگن. گویا که زغوته میکردن. این نامش نایچه چه بین حاضر باید اکن موتور بیام بکنه چراغ نبودگینه چراغ نمیشد که بیاملال که کرام بگیرید. من این نامش بیرشیمی سر اپیله شدگی اگه همین بیرشیم از تیار این نامش خامکی میگن توپ ندارد. من همش یک لیویت میگم یک لیویت این 20 نخ 30 نخ 40 نخ وابسته چند سانتی متر میکنید 40 سانتی متر بود از 360 نخ تا 5600 نخ. من این توشک بود من همین 40 تا توشک باشه دیگر یک گذارونم. من هم تو کار سکینگی من اینجا میکشیدیم من همین 40 گویا که این جنده 40 تا توشک 40 تا همیشه لیویت های برای این گفته سانی ما اینجا حاضر
استانو قط میکنیم. این نامش بگویم که دستگاهی کار قط کنند. می انزیم 40 تا لیویت گویا که همینجا این میستاد. میستاده نکن برفتیم. برای نقش زدن این کار تیار میشه. این نامش لیویت میگن کار قط تیار شده کنیم. یعنی منی که تیار شد اکن منی گویا که همون گفتگیم با اینه که برشیم سر افیل شدگی برای تیاری بی قصب زیرگی کدام متاحی که خواهیم من شما گو اهمی برشیم سر میشد من اهمی رشته من باریکش همی خیلی 5600 رشته گویا که تیار میشد. برای چه اوربندی میگوین نقش زده استاده برای که رنگ هر خیلی میشد. هر یک وجه جای همون نقشه میبندن. اوربندی نقش بندی گویا که بوای کلانما همین کارا اومدگی. نو فرزند وایه و رساندیم همشون عالی معلومات دار اما همین هنر همشون یاد گرفتگی. این نامش سیایی میگن. برای نقش کردن ما همینجا هم تو گل چخیلی که دیزاینر فرمون کدام نمودی که اگر لازم باشد ما هم نقش میبندانیم. اینا اساسا متخصص با دیگر آدم. اما ما حاضر هم پروسس کار به همشون من هم تو میگیریم نقش میبندیم من مثال گیریم. سونی همون میپیچونی همین نقش گویا که میبندیم. با اوربندی معناش اون داره هم نقش میبندید که رنگ به همون جا سفید میستاد. یا اینکه با دویم دفعه میبندیم همون رنگ زنگار رنگ زد همونش میبندیم. سونی ویش میکشویم دیدید که نقش پیدا میشه. و من همینجا من هم تو میگیریم و دو تایی کره من میبند من. آن نقش تو نقش بستی. اگه اینو حاضر ما دیگه جوش بکی میزنیم همینجا سفید میمونه کدته. اگه حاضر اینو میگیریم ماهایو اونجا علاوه میکنیم. دیگه با. میبینید که چخیل شما رنگ در کار. سبز، کبود و همون بستیم که همون موفق یا بار آب جوشتن بعد و دورو وارو شای. سونی نرمه شای. هر یک کیلو 50 گرم رنگ میره. یا بار میپذیم که اگر خام ماند نقشش ویران میشه. نمیقپد رنگ نمیقپد. حاضر من آب تیار شد. رنگ اگر جوش بزنیم اگر شریک میشه رنگ میسوزد. برای همون اشکون آب الیق به اینا تیار میکنیم. اشکون گیر آبته. بی قصب اول ما تک زد. دو بار رنگ میشه. زرد میشه، زنگار میشه، پشتی میشه، بعد و گلس میشه. بسانی تک سفید میگن. 6 خیل 7 خیل رنگ میکنیم. چند تا 11 خیل رنگ های. کار میکنیم ما. حاضر به آمی ها یک کمش گویا که و انداز ساده اندازش کن ساده میانزیم. اکسوس میانزیم. یک استو نمک اول. نمک انداز اکسوس. شو انداز رنگه. اگر جوشد و شود با رنگ نقض کرد میگیرد خودش به موافق طبیعتش. حاضر به این یک نشان دادنم براش نکنه. من دیدی سادیم که چند خیلی رنگش های سیاه سرخ گل است. من اسکوچ شده که برای اون که نگذرد. حاضر میکشاییم میبینیم اونجا سرخ میشد. برفتیم. نام بچه این پاشه زنگاری تختگی. سانه من این نوگاهش میگیریم. من این نوگاه بعد از کشاده شدن این کار رو شدن بعد سانه اینه من همه چیز هر ساده چخیل قط کرده باشیم میکشاییم. اینه نامشه چله میگن. دیگه که من همون چیزه همه خیلی میپیچانیم قبل یا بار تو. استاده اینه چله پیچانی میگن. همون زمان آمده همه خیلی باباهامو داداهامو اینجا جنگ کره ما یاد میدادن که تو میتونی نمیتونی گفته خیر این منه این گلی بادام پختگی قطکشای گفتیم چله گفتیم
اکن بعد اینه چی باید کرد حاضر ما گلکش میکنیم اکن همین هم گله هم اکن 640 تا 320 من این یک طرف 320 دویم طرف اکن چی باید کرد من این نامش اسنوه اینجا شدم استاد دوتا شدم اتکنیم یک تا اینجا یک تا اینجا فرض کردیم من این تیغی نمری 14 یک سانتیمتر به 14 برای اون که صفتش بلند دوتا میتیم 40 سانتیمتر به دوتایی شود اگر 1120 نخ تایار شد متا برای چی این سیربر نمیشد میگن برای نقشش ویران نشدن رزمیر نشد رزمیر این من این گلو ویران میشد برای همون این استاندارد میگن 40 سانت به همه قدر نخ در کار دوتایی کرنده اگر ما یکتایی کنیم صفت این پس میشه من این نامش الوچه تیغه وای کنم تیغه گم این گویا که یک نخ شدگی این من یکتایی شدگی اینجا دوتا کانات اینجا هم یکتایی شده اکو اینو بعد اینجا سانی ما دستگاه میبریم اکو اینجا اومدیم این نامش دستگاهی بافندگی میگن من گویا که ادا شد این آویختگی همش به یدستانه تمام اکو ما اینو میتونیم پیوند کردم به این اینجاش کن هدی اینو میبنده خوش میکنن این سانی من اون تو میپیونده من اون تو فهمیدید من قط کردم میپیونده همین کلی میگذارن سانی شما بافتن میگرد اکو این نام ها شای و این نامش نورد میگن این دستگاه بافندگی میگن این مشگیرک میگن این دست قفق میگن این غلطکچی من شما گم اوویزان برای گله برداری و پدال پاچک برای گله بستن همین قاعدش قانون کردی اوچره تشکیلی میبندن اینجا 4 تا گله 2 قوت گله این کردی همین تیار کردن بعد این سنگ برای آلتون آشومی برای این شده پیش بکره اینجا کشادن اینجا آمدن به چیله اینجا می آویزید چیله آویزک و وقتا به این سنگ 9 کیلو تا 12 کیلو شده نش در کار یک روز با آدم استا تا 35 متر میبافن یک ساعت و 4 متر این متریال اساسا برای حاضر زمان با چپاند از طرف مچه ها طرف های کوهستانی ها بسیار هم خودپذیر کردگی چپاند این برای داماتی پیش بود حاضر برای بچه های تویی همین دستگاهی حاضر که نوار بگرفتیم کمش 30 خیل من شما بگم محصولات میبرم من همش پیش خدا ما استاد من بودگیش زنگار پاشایی میگن این گلی بادام نامشو بغمه میگن اینش پاشایی زکاس میگن قف قرغه میگن همین من الوچه میگفتن بچه های مکتب رو الوچه که به همین مکتب نمیاد چون که خودش نبود اینکه خطایی که این کارا که سر برزد همش حاضر سنئی شد و آدمایی که کهنه بودن رفتن جاشون جمع نشود اکو حاضر فهموندن که سال قیین‌تر شد استا من شما بگم امروز رویگرد زداد من حاضر با همین قدر پیشروی های هزار ساله های گذشتگی امارات های غلطانده حاضر یادگاری افتادن این هم یک یادگاری همین میماند مقصد از ایوی همین هنر از او عبارت بود که این متاها عموما گفتن در کار است که از پخته میشوند طبیعی هستند برای روزهای بهار که تاجیکستان ما گرم است خیلی به آدم فایده آور می باشد عموما ادرس و اطلس این شاهی متاها میگویند برای اون که از همه زیباترین از همه شنوترین برای زنان تاجیک این همین ادرس و اطلس می باشد سالهای آخر ادرس و اطلس تاجیکی قریب گفتم ممکن که تماما از بین رفتگی بود من خوشبختانه همین چیزها ها از نو برقرار شده ایستاده است استویی که همین چیزها تجهیزات های تیار کرده است
ҳамун дастгоҳҳое ки бобои бибиҳои мо дар ҳамун косибҳои мо ҳамин дастгоҳ ки кор мекарданд, ҳамун асос гирифта ҳамин таҷҳизотҳои ихтироъ карданд. Ин таҷҳизотҳо ниҳоят оддӣ. ҳар як одам, ҳар як зан метавонад ки сари ҳамин дастгоҳ шита ҳамин онара аз худ кунад. аз матои мо асосан либос дохта мешавад, либос барои занҳо. ҳозир акнун мо инҷо мана агар рангҳои якрангкадиам мато баровар шудем, ин барои шарфҳо, барои мана куртаҳои мардона истифода бурда мешавад. اینجا من از станоки ресандагӣ, инҳо ресандаҳо аз қалова мани ғалтак ба ғалтакҳо мепечонанд аз қалова. мани ғалтакҳое ки мо унҷо ресандаҳо ресиданд, мани инҷо заправка мешавад, аз 2 нӯқ ё 3 нӯқ ба ғалтакҳои дигар печонда мешавад. اینجا به تابنده ها 150 مراتبه تاب میتیم. وظیفه‌شو همین. اینجا پیرگانکا این پروسس از همین غلطک به کلاوه پیچانده میشه. پیش از اینجا آندا این زپارکه میشه 8 ساعت در بوق میشه. من حاضر اینا نسخه پرافتاسیان اطلس با اینا художник аврбанши мувофиқи нақши ҳамон вай нусха парафтосиям. инҷо аврбастосиям мувофиқи нусхи атлас. инҷо мана художникомо нусха парафта метиҳанд, инҳо мана авр мебарданд. 3 қатор мана беред, барое ки 3 қатор мегиранд ки барое ки тагашба ранг надарод. он ҷое ки сафед мешад ё дигар ранг мешад, ҳамаро баста ношондар кор. фақат ҷое ки ҳамон ранг мешад, анамон ҷое кушода мемонад халос. мобайни аврбанду рангуборба якчанд маротиба корҳо рафта мебиёд. аз нусхаи ҳамо атласи ки мебурорӣ мо ҳамо вобаста. ин дегҳо барои рангубор, барои деги зад алоҳида, барои деги сабз алоҳида, ҳар як рангба дега алоҳида тайёр кармондагӣ рангуборчомо инҷо ранг мекунам. ин атласи қопқарға барои рӯмол кор фармуда мешавад. ҳозир ин тайёр барои қапшо тайёр шудагӣ. ин процесса мана қапшо медоим. дар инҷо атлас ҳамаш кушода мешавад. мана халактар нӯг мегиранд. ҳар якта инанда бод шуданаш дар кор. ина рӯсу заправка када навоида печонда барои ёрма тайёр мекунад. мани ҳар якти ҳамин боди фаъл аст мана. бодомо де ҳамин тоғвай намеша. ин ҳамин ба маълум ки ҷои ҳар якта нах маълум шуданаш дар кор. барое ки канда шавад мо аз ҳамин ҷояш гифта қафоша ё мондагиша вай карда. ин процесса номаш ёрма. инҷа вазифаи ин ёрма чӣ? нахҳои торҳои канда шудагия ҷоша ёфта, ҷои худашро баста, шона када барои бофандаҳо тайёр карда. маниҳо бофтосиям, коргаро бофтосиям. ин атласи хосиятхон.
از همه اطلسی زیبایی که زنها جلو می‌گیرند. یک روز با خنده ها 15 متر 12 متر اطلس استحصال میکنند. بعدا همه این گذلو میشود. بعدا اطلس برآمدن بعد این ما از نقطه‌های بیکاره خوش‌توزه میکنیم و یه خریدارده مقبول کننده حق کده میترش نویسته بعد انبارده سرشوی کورمون امی خیلی اول ما رنگوها میکنیم رنگوها مونه امی خیلی در تومون میچکنیم یعنی خیلی دل میمونیم گلی افتوبک یعنی رمزی افتوب رو دارد امی خیلی در امی شرفمون میکشیم فقط برنگی زرد خطیم برای که رنگی زرد نمیروه گلبست این ایناری قدیمه بوده از قدیم و مو میروس موندگیه برای عروسانی که به شوهر میبر اومدن برای اونها تیار میکردن همین خیلی گلبست برای روزی عروسیشون همه سون برای گلبست نمیشوه سونی میشوه که سینتتیک میشوه سونی این پخته توزه میشوه مو همین پخته توزه قطعی میشویم همو سونمونه توزه چند بار او میگیریم صابون میکنیم چرقه میکنیم افتو میکنیم که در ترکیبش کرخمله همو کرخملی همو ترکیبی همو سون بروه و بعد رنگی همو متریال رنگی نغز بگیره هر یک گلی که ما در بالای همین مطرمو کشیدگیم امیره ما به رشته قطعی سخت میبندیم که وقتی که در درون رنگوه میدوزیم در درون همین گلو بستگی ما او ندرویم بعد یورا با گلی سفید میبندیم یا خیلی جوشتا گلی سفید میبندیم برای که همو گلبستی ما با یا خیلی جوش سفید بیاد بشکفه وقتی که همی گلبست منمود بستیم تمام کردیم بعد میگیریم در تگاره او چپه میکنیم که ملایم شود بعد در دکی کلون علوش در میتیم رنگوه میکنیم برای که همین سه نمود رنگ قطیم و گلبست میکنیم رنگی زرد میکنیم سبز میکنیم سیادق میکنیم دیگری میگن رنگوه را میریزیم ما در اوی جوش اومدگی رنگی زرد دوختیم رنگی زرد مونه جوشیده سوده متریالی گلبست مونه از ایدرون او میگیریم پونزده 20 مینوت همی گلبستیمو در درون رنگوه می جوشه بعد در درون رنگوه می گیریمش ای وقتی که رنگوه گرفتیم تقاره یولده چکش میکنیم وقتی که چکه کردیم در افتوی هز افتوش میکنیم قربان دفتوش که آوردش بیام وقتی که در دیگ رنگ کردیم بعد رنگ کردن افتو میکنیم امیرم متریال مونه افتو میکنیم بعد افتو کردن همی رشتهایی که ما بستیم نمورا ما همش میشکویم بعد وقتی که شکویدیم بعد شکویدنی همی بعد اونا گلبستی ما نشون بوده گلبستی تایوره این گلبستی تایوره این گلبستی ما نمیشه نمی لباسی گلبستای کرتا خدی کرتا های ما خدا علوید میکنیم پوچر علوید میکنیم استین علوید میکنیم این ما رو استین شد نه خیلی این استینش نمی استینای
اینا دقاوت میکنیم اینا میخواستینانی علوید میکنیم اینا می طبیعت ما در همین بالای مطمئن همین خیلی نشان میدیم این همین خیلی میکنیم ما دل بسته برای این همواریش راست کردن ما با اسلوبی پیشتر طرز قدیمی خیلی که میکردن طرز گازمال همین کار رو حاضر میکنیم. برای این اول متای نقص کرده تخت میکنیم. پیشتر متاهای رنگ و بار نقش نگار داشته نبودن. از روی بعضی روایت ها این متاهای نقش پیدا کرده و خوندن. از دوره که بعد از جنگ و جدال وقتی لباس ها یک رنگ بودگی میبینن که در متاهای سفید هر خیل چرک و خون چرخسه کرده نقش پیدا میشه. از همون اون گرفته بعد از گیاه ها رنگ های هر خیلی تیار کرده نقش پرتای سر شدگی. پیشتر نقش پرتای طرزش همی خیلی بوده که بعضی شاخچه های درخت میکندگی و مغلول به تر میکردگی و مطابق هم میچاشدگی اول. بعد از اون آهسته آهسته حرکت کردگی که همین چوب نقش کنده در چوب ها نقش های گوناگون کنده مطابق گذراندگی. بعد از همون همین کسب چیتگری از روی گفتی بابای بوکلانو هم خیلی پیدا شدگی. پیشتر مطا پختگی بودگی نداریم مطای پختگی کتی چیتگرها کار کرده آمدگی. این اگر حاضر راست نکنیم اگر بعد مطا هر طرفش کاجو کلیپ میشه. این چکشه بعد حاضر طرز گازمال کردنی با لحجه هنرمندی کدونگ میگن. این کدونگ هم یکی از عباره های قدیمه کسبی همین چیتگری. این همین طرزی زده میشه همین خیلی که یک خیل زدن در کار که مثلا یک خیل هموار شد. راست میکنیم. از تخت کردیم از بعد این زدن هموار میشه. سفته میشه خورید ناب میچسبه. گازمال کتی هم کردن ممکن. لیکن حاضر چکل که دیدید ما کشاوله کرده 4 طرف سے رازمیز برابر کردیم. گازمال کتی وقتی دیگه هم مطا یوز میتیاد میبرد یک طرف دراز میشد یک طرف کالته میشد. این طرفی من برابر همه 4 طرف برابر میشدیم. این پرسلاخ انار. اما انار رویش پرستش پپ کردی. این برای تیار کردن رنگ سیاه در کار. حالا همین ما اول مای کتر خودی مانندی آرد بریم میکوبیم با واسطه اوغور. من اوغوری که دیده استادی اوغور قدیمانه همین که تمام بابای باباکلان ما کار کرده آمده استادیان میراثی. هر چقدر مهین شود دیگر همون قدر صفتی رنگ نهاد میشد. 3 ساعت 4 ساعت زدن در کار برای پوی کلام در کار. اگر کسب چیتگریه چیلگری هم میگن. هر چقدر آدم بسیار باشه دیگر همون قدر نهاد. 40 کس باشد هم کم این کار بر. معمولی مخصوص این رنگ سیاه. اساسا این خمایی
گلیم میکنن همینطور ایمالیرانی تصادفم میشه هر کار گیاهایی که از آن رنگ سیاه تر کنیم اونجا میاندازیم از آن جمله درونش با آهن هم هست این شلم درخت این درخت ها هر خیلی شیره میبراند از خودش همه شیره درخت شیره گیلاس شیره زردالو هم امنای ما توپ کنیم میمانیم اگه رنگ آزی با واسطه شیره ها رنگ کمتر خواستر میکنه رنگ سیوخ نه خواستر میشه برای اینکه قالب به نقش چسبیده نشه متایی که ما تیار کردیم و گازمال کردیم و تا حاضر این به نقش میگذارونیم رنگ سیاه ما نامش که خیلی که نام دیدیم کتاب این وایبه این در نیمه نچک یک دم میستان خوابانی و نشد بعد از صاحب استقلالیت شدن دولت ما با کسب و کارهای قدیمی مردم تاجیکستان همه طرف اعتبار جدی داده ایستادند از آن جمله یکی از کسب‌های قدیمی که مثال کسب چیتگری کسب کشیده دوزی کسب ادرس بافی اطلس بافی همین حاضر همه طرفه رونق یافته ایستاده است مقصد ما استا از این آن که همین کسب قدیمی مردم تاجیک از بین نرود تا سالهای 50 همین کسب چیتگری در تمام شهرهای قدیمی تاجیکا بود استرافشان، خوجند، کانی بادام، اسفره، بخارا، سمرقند در همه شهرها محل‌های بودند که مستوهای چیتگر زندگی میکردند لیکن بعد از آن که همین چیزهای متاهای فابریکی پیدا شد این کسب از آن جهت که مهنت بسیار طلب میکرد برای یک متای برآوردن چقدر مهنت کردم در کل که از آن فابریکوی ارزان بود و طرز تیار کردن رنگ‌های هم چقدر که دیدن رنگ‌های طبیعی از آن فابریکوی همش خیمیوی و آسان‌تر ارزان‌تر بعد همین استادای چیتگر کاراشون رو بس کردن و همین کسب چیتگری از بین رفت در دیگر جا حاضر من از آن سبب که یک خودی ما اون عائله ما ماندگی در تاجیکستان از آن در مقیاس آسیای میانه ما حرکت میکنیم کاری ایستادیم اساسا خصوصا در دوره صاحب استقلالی ریسپوبلیکا ما که همین کسب باز به نسل‌های آینده باقی ماند آینده نسل‌ها هم دانند که تاجیک‌ها همین خیلی هنری قدیمه داشتن برای نقش پردازی متاها تیار وقتی که متا یک شادیم ما باید که خیلی نقش برای دسترخوان باشد نقشی برای دسترخوان برای سوزنی باشد برای سوزنی برای سچاق از آن خودش برای کرپه بالیش نقش خودش من نقش قالب در چوب کندکاری کرده شده چوب اساسا چوب های زردالو گیلاس بادام چوب های سختی که به قوت چوب ملایم نه پیشتر هر استاها هم استای چیتگر بودیگه هم استای کندکار برای چی برای آنکه محصولاتش در بازار ناز برود استاها همشون حرکت میکردن که صفتی صفت کارش از صفت کار دیگرها بهتر شود تا اینکه خریدار به خودش جلب کند
همین قدر قالبا بسیار که گپ کار کردن با حاضر به ما احتیاج همین از دیگر قالب نو اختراع کردن نیست. از اجدادان ما خیلی قالبای بسیار باقی مانده. این طرف نقش نگار کردن این با این استا وابسته چقدر که فانتزیا یادش همون خیلی آرایش داده میشد. ولی هر یک قالب پیشتر نامگوی خودش داشت. قالبای آفتاب، مهتاب، ستاره، بادامگل، گلی لیلا، گلی خیری، هر خیل نامش هست. اصلا این قالبا نقش های از طبیعت گرفته که وابسته همون کار به همون روزی کاری به مهارت همون وقت به آدم چه خیل نسترینی میشه در روی همون دیده کار کردن میگیرید. کارهای ایجادی به نشان میتیم بعضی کارهای کلان ایجادی و بسیارتر نقش نگار میشه. بعد از آنکه نقش های سیاه را گذرانیدیم جاهایی که رنگ سرخ یا زرد شدنش در کار اونجا با واسطه موی قلم ها مخصوص محلول کتی محکم میکنیم. جاهایی که سفید استادنش در کار به اون جاها یکم محلول نمیمالیم. بعد از این رفته جوی به آبی روانی که آب که رفته استاده آرام روان شده استاده است همین متاع یک بار میشوییم در اونجا میشوییم. بعد از آن آورده دیگه کلام با این متاع انداخته به مقدار معین رنگ سرخ یا زرد را به همون دیگ می اندازیم. وقتی که می جوشانیم دیگ با جاهایی که ما محلول مالده بدیم همینجا رنگ سرخ خودش را قبول میکند دیگر جا همین خیلی سفید می ایستد. بعد از آن گرفته با خیلی که متاع سفید گازمال کردیم همون طرز با بعد خشک شدنش این متاع تخت کرده گازمال میکنیم یعنی کدوم میکنیم. بعد از آن این متاع برای استفاده تیار میشه.